مفکوره یا مفاد یا منفعت خاص استوار است و یک قسمت از اینا نهایت مثبت است. طور مثال افسرهای تنقیزی یک جمعیت هستند که زیاده از 135,000 نفر هستند. اینا به طور مفکوره جمع شده. ما بین از اینا قوم و قبیله مطرح نیست. معیوبی زیاده از 700,000 نفر است. به حیث یک قشر امروز اگه فکر کنین از هر 10 افغان یک معیوبه. اینا تشکل‌های دیگه دارن. در یک جامعه که 30 سال جنگ و خستگی و بربادی را دیده، هر دو جهت در تعادل است. این که کدامش در انتخابات زیادتر پله میگیره باید ببینیم. و همچنان صحبت دیگه میشه که شما در مورد زنها بسیار صحبت‌های خوب کردین و به اصطلاح پروژه اقتصادی برای زنها را یکی از شعارتان قرار دادین، اما یک عده به یقیده هستن که شعار شما در مورد مساوات مردها و زنها و گویا حقوق دوباره احیای حقوق زنها و کاریابی برای زنها یک شعار بسیار لوکس است که جامعه امروز افغانستان هنوز برای این مسئله آماده نیست. اول بازم مسئله است که زن افغان کیست. امروز بار اول در تاریخ ما صدها هزار خانواده داریم کاملش یک بیوه است. این لکشری است، این لوکس است که پشت بیوه افغان بگذاریم، یا این خطاست و جفاست و خون شهدای. کی لوکس است؟ اونا که به نام جهاد میلیاردر شدن و امروز حداقل دین خود به بیوه ها ادا نکردن، یا من که میخوایم بیوه را صاحب عزت بسازم. باید یک فیصله کنیم. آیا طفل دختر افغان حق تحصیل نداره؟ آیا کسایی که در پشت دستوزی کتابای خود پت میکردن تا درس بخونن حق از این ندارن؟ بهشون توجه شد. من نمیفهم که قضاوت از کجا میگه که چی لوکس است بر جامعه. من عمر من وقفه ازی کردم سال گذشته در 18 ماه گذشته حداقل همراه 100,000 افغان صحبت کردم. اونا این لوکس نمیدونن. خب دکتر صاحب، شما سالهای زندگیتون به امریکا سپری کردن، یک آدم دانشمند هستن، استاد یونیورسیتی بودن، از زندگی بسیار مرفه در امریکا برخوردار بودن. میخوایم بفهمم که چی انگیزه باعث شد که شما به افغانستان جنگ زده، به افغانستانی که آدم هر روز وقتی که در کابل از خانه خود میبراید به یک انرژیزم میبینه در شهر کابل که غیر قابل تحمل است. چطور شد شما به افغانستان برگشت؟ از خاطر ادای یک دهیم. چی ده؟ 11 سال پول تحصیل مرزی ملت. از صنف اول فاکولته در پانتون امریکای بیروت تا دکترایم پوشی ملت برد. هر چی که مایت دارم نتیجه سرمایه گذاری از این است. و من قرارداد کرده بودم بله که برای هر سال تحصیل باید پس خدمت کنم. آیا اگر واقعا پست و یا وظیفه را در دولت آقای کرزی بر شما بتن، باعث همین وظیفه جدید را که باز کردن در دفتر ریاست جمهوری، شما این وظیفه را میگیرین و اگر بگیرین اختیارات عامتان میخواین؟ مسئله اول باید انتخابات ببری به نتیجه برسانیم. چون مسئله بعدی است. حرف ایست که من به چوکی علاقه ندارم. چون من مفتکار کردم. بله. من $250,000 در سال معاش ایلا دادم. آمدم خطرناکترین دوره افغانستان تا دین ادا کنم و بازم در اوج اختیارات حکومت ترک کردم تا برم بعد پانتون خدمت کنم. مسئله عمده برای من کرسی نیست، برنامه است. تمام دلیلی که در انتخابات مثلا گرفتم از خاطر عزیز که انتخابات قومی نشه، سمتی نشه و یک وضع منفی به وجود نده. در هدف من ایست که برنامه را که برای عزیزه اکثریت عددی جوانا، فقرا و محرومین و زنا ما مطرح کردیم، معیار و محک هر نوع سهمگیری یا عدم سهمگیری من در حکومت خود
تا سر از او برنامه موافقه نشه و تا این 3 گروه من اختیار ندارم، من اختیار خود دیگه ندارم. در 2001 من یک فرد بودم، بله. تنها اجازه خانم من کار داشتم چون زندگی از اون مالدار بد کردم، از یک زندگی آرام که با یک معاش استوار بود با یک پول تقاعد نسبی متوسط ما رسیدیم، اما چون اون خاصیت فرشتگی داره قبول کرد و اجازه داد. آله من تعلق به افراد دارم که هزارها سال و صدها روز به صورت رضاکارانه برای کمپین کار کردن بدون موافقه از اونا. من هیچ پست قبول کرده نمیدم. خب جناب محترم دکتر صاحب، اگر شما برنده نشین پس شما در افغانستان باقی میمانین میخواین باشین؟ اگر در افغانستان باشین آیا یک مرکز تحقیقات علمی را شما بازخواد کردین و گفتمانی را که شما آغاز کردین در مورد عدالت اجتماعی، پروژه های اقتصادیتان و به اصطلاح روشن ساختن جوانای افغان این دوام خواهد دادین؟ ما تعهد کردیم که اگر خداوند عمر بده، تعهد ما حداقل 10 سال است، وقت